یکی با من رفتار بدی کرده، رفتار غیر منصفانه‌ای کرده، تقصیر من نبوده، رفتار واقعا غیر منصفانه‌ای کرده، آسیب عاطفی به من زده و سالها منو درگیر کرده. ببخشم چی رو ببخشم؟ یه مقطعی از زندگیم، از جوانیم، از عمرم از دست رفته. چی رو ببخشم؟ چی رو ببخشم؟ در واقع بخشش میدونین چیه؟ بخشش خوده. واقعیتش اینه، بخشش خوده. یعنی من اون رنج رو بذارم زمین، نفس بکشم. قبل از هر کسی من رها میشم. مثل کسایی که مثلا زن و شوهرن، بعد جدا شدن. خب جدا شدن، بعد اون یکی، حالا چه زنه چه شوهر فرق نمیکنه، مثلا از ایران رفته، تو کانادا زندگی میکنه، 10 ساله که رفته، اصلا یادش رفته.